سلام چطوری بچه خوش به کانال فری گیم 77. آقا توی ویدیو میخوایم بریم آموزش تمام کردن گرندی رو بدیم که امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید و لطفا تا انتهای ویدیو با همراه باشید. لطفا لایک کنید، از ویدیو دوم کنید که با کارتون کلی ویدیو از من حمایت کنید. Let's do this. خب ببخشید دوستان، خودم مشکلات این کاره که با این تصویر قید کردم. خب اول من بازی میزنم روی ایزی. خب گرندی یا گرنبا دو نفرش سخت در نظر من گرندی باشه، چون میخوام توضیح بدم. خب یک خدای بازی گرندی خوب، خیلی خوب طراحی کردن. خب شروع میکنیم. در رو باز میکنم. بچه من نظرم این کار بکنید احتمال زیاد اگه بازی رو گرندی میکنه احتمال داریم موقع کلید گرنبا اینجا پیدا شه که پیدا هم نمیشه فعلا. بچه من دیروز خیلی زیاد بازی تمام کردم. یه لحظه بچه میزه سنسیویتی رو بالا ببینم. خوب شد. الان اومده بالا بچه مطمئنم. بچه من مجبورم کار بکنم برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه. شوکه رایزی پیدا کردیم. اخ جون اینو پیدا کردیم. الان بچه بازی ایزی میبریم با این دوتا رو پیدا کردیم. من میتونم یکی از چیزهای بازی رو ببرم بالا. حالا من یه ذره گرنکاری بکنم گرنی بیاد. بیا ای رفت اون باید که من فعلا اینجا. خب یکی دیگه چیزا برای که در بخوایم فرار کنیم رو پیدا کردیم. بچه ها شما اونجیز که نیاز دارید اون یکی میتونیم با چوبا رو بکنید. اونو به شدت نیاز داریم که پیدا هم کردیم. یکی هم واسه دستگیری داره که بهتون نشون میدم چه شکلیه. این تیر شاتگانه. اوکی من شاتگان هم میرم بردارم. اول گرنی با بیهوش کنم. نزدیک صداش. بیا دیگه با داره طلا میذاره. خستمو کردی بودو. ما میریم سمتش. خب بچه
الان بچه رو دقیقه دیگه رو نورمال میذاریم 1 دقیقه فقط بیوش میشه، ولی اینجا 2 دقیقه. خب من سریعا میرم اینجا. خب اول خب اگه میخواید از در فرار کنید بچه بیاید اول پایین اینا رو بکنید، خیلی ایزیه. من میرم پایین کل وسیله ها جمع کنم، چون فعلا من 2 تاشون رو فکرم جمع کردم. بله با اینم شد 3 تا. این سومیه. یه دونه کلید هم نیاز داریم، اون کلید آبیه، اونو پیدا میکنم. خب اینو بریم اینجا. پیدا نشد. خب این دیگه به درد ما نمیخوره. میریم اینجا اینو میگیریم که چون در رو دستگیره نداره دره. خب اینو میذاریم دستگیره بشه. بریم اینو به جای دستگیره استفاده میکنیم، میذاریم اینجا. خب این از این. حالا باید بریم شوکرها رو امنیتی رو قطع کنیم که بچه ما تا الان 3 تا کار انجام داریم، با این میشه سومی. 2 تای دیگه مونده. بله کلید گرمپا هم پیدا کردیم الان. اینو باید ببرم طبقه بالا دوباره. الان احتمالا الان اینجا گرنی. خب ما الان بریم طبقه بالا، احتمالا میتونیم بازی رو تموم کنیم. خب چون میدونم باید چی کار کنیم. اینجا رو گشتم. خب این به درد من نمیخوره. میریم دوباره طبقه پایین. اگه بچه ها نتونستم پیدا کنم باید بریم اونجا. چرا دارم میرم پایین الان؟ اگر بچه ها من این بازی 100% وینیم، چون تمام جاهایی که میتونه باشه رو میدونم. یکی باید بریم اونجایی که گرنی میره. امیدوارم گرنی بیدار نشده باشه. اینجا رو بریم بگردیم. خب من برای چیزی که قرار در بعدی هم باز شه رو پیدا کردم. کلید پیدا نکردم. باید گرنی رو دوباره هم بیوش کنم. بریم پایین. میبینی بچه ها الان من بازی بردم، چون کلید اگر الان اونجایی که من فکر میکنم نباشه قطعا اونجایی که میدونم. خب میایم اینجا. حالا قیچی من اگه پیدا کنم، قیچی من فکر کنم اینجا. اینجا درست بچه این آمریزش دارم من کلا اینجا. خب میریم اینجا. ای خدا باید تفنگو بیارم، یادم رفته بود اصلا. میریم اینجا. خب
میریم طبقه بالا سری. خب امیدوارم همینجا باشه. خب این جاییه که اتاق سیفه. الان اگر نمیدونی این واسه کدوم اتاقه الان بهتون میگم. میریم پایین. گرنی هنوز زنده نیست. برای اون اتاقی که من اول رفتم. بچه بازی تموم شد. خیلی ایزی بچه ها. تو 10 دقیقه حدودا 11 دقیقه تونستم بازی رو واسهتون تموم کنم. گرنی هم که رفت به درک و خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.